کلیگی دادگاه اولید به پرونده های جنایتی دادگاه اولی تاجیکستان روز 27 اپریل سال 2022 کمالوف نوردین تاجدینوویچ ساکن دهه آفتابرویه جماعت دیهات بوستان نویه فیض‌آباد را با جرم سوءقصد به جان رئیس این دهه قربانعلی دولتوف بر اساس ماده 32 قسم 3 104 قسم 2 بند 10 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به 15 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 13 می در شرح این پرونده گفت تفتیش این پرونده را دادستانی نویه فیض‌آباد انجام داده است. در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی دادگاهی معین کرده شده است که کمالوف در خصوص گذرانیدن سنجش رعایت طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری از سوختار و از روی خصومت شخصی رئیس محله دهه آفتابرویه جماعت دیهات بوستان نویه فیض‌آباد دولتوف را دشنامای قبه نموده با تبر خواجگی به قسمت پشت گردن و بازوی دست چپش ضربه زده به او جراحت وزنی جسمانی برای حیات خوفناک رسانیده است. من بعد در نتیجه ایراد همسرش کمالوف از ادامه حمله های جنایتی خود دست کشیده است. در نتیجه سر وقت از جانب ساکنان دهه به بیمارخانه دسترس نمودن دولتوف و رسانیدن یاری طبی نام برده از مرگ نجات داده شده است گفته می شود. در اطلاعیه دادستانی تفصیلات دیگر این قضیه گفته نشده است، ولی قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که این حادثه در تاجیکستان انگشت شمار سوءقصد به جان رئیس محله در دهه آفتابرویه نویه فیض‌آباد روز 24 اکتبر سال 2021 روی داده است. گفته می شد که آن روز ساکن آفتابرویه نوردین کمالوف به رئیس محله قربانعلی دولتوف برای همراهی کردن ماموران خدمات آتش نشانی نویه که در منزل زیست کمالوف استفاده غیر قانونی نیروی برق با اسباب‌های خودساخت را آشکار کردند با تبر حمله کرده است. در پی حمله رئیس محله از گردنش زخم برداشته دستش نیز شکسته است و او را با چنین احوال در بیمارخانه فیض‌آباد بستری کردند. شراف‌الدین دولتوف پسر قربانعلی دولتوف به رادیو آزادی گفته بود آن روز پدرش از روی قاعده ماموران اداره آتش نشانی نویه را برای تفتیش منزل‌های زیست همراهی کرده بود. به گفته او ماموران اداره آتش نشانی در خانه این ساکن دهه اسباب‌های خودساخت برقی را پیدا کردند و نسبت به این حالت سند ترتیب داده بودند. او آن زمان در خانه‌اش نبوده است، دیرتر می آید و پدرم را به خانه‌اش دعوت کرده است. می رود که او با تبر پیشواز می گیرد. پدرم گفت که هیچ در عقلش نمی گنجید که با تبر می زند. چند تبر می زند که 2 ضربه تبرش می رسد، 1 ضربه به گردنش و ضربه دیگر استخوان دستش را 2 پاره می کند. 1 نفر او را می دارد وگرنه شاید می کشت. گفت او رئیسان محله از بودجه دولت معاش نمی گیرند، ولی به نهادهای دولتی در اجرای وظیفه‌هایشان در محله کمک می رسانند. معمولا کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در منزل‌های زیست سنجش انجام می‌دهند. در اداره آتش نشانی نویه فیض‌آباد گفتند که در خانه نوردین کمالوف پیچ‌های خودساخت پیدا شده بود که برق را غیر قانونی از معیار زیاد استفاده می‌برد.